بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیا همجنسگرایی در اسلام مجاز است؟ آیا همجنسگرایی بعد از اینکه سالها مورد انتقاد اسلام و مسلمانان قرار گرفته بود بالاخره پیروز شد؟ و آیا دکتر صاحب ذاکر نایک ایده خود را در مقابل همجنسگرایی تغییر داده است؟ برای سالهای سال ما شاهد آن بوده ایم که همجنسگرایی به شدت مورد حمایت غربی ها قرار گرفته بود و حالا هم به صورت بسیار شدید از همجنسگرایان حمایت می کنند که این موضوع به کشورهای اسلامی هم سرایت نمود و همجنسگرایان زیاد از افغانستان و ایران به کشورهایی رفتند که از همجنس بازان حمایت می شود. اما اسلام شدیداً مخالف این موضوع بوده است و حالا ویدیویی در صفحات اجتماعی به نشر رسیده که نشان می‌دهد دو مرد در یک مسجد ازدواج می‌کنند و یک ملا خطبه عقد را برای آنها می‌خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. با نشر این ویدیو یک تعداد مردم به شمول دگرباشان جنسی بدین باورند که همجنسگرایی در اسلام مجاز است و با اینکه تحت حمایه غرب قرار دارد بالاخره توسط اسلام هم به رسمیت شناخته شده است و اما دکتر صاحب هم در این امر کوتاه آمده و در تازه ترین سخنرانیش در مالزیا خطاب به دعوتگران میگوید که رفتار خود را در مقابل همجنسگرایان تغییر دهید. برای تماشای این ویدیو در ادامه با ما همراه بوده لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. The question that is posed is that how should we deal regarding freedom when it comes to LGBT issue? سوال مطرح شده که بهترین رویکرد در مقابل آزادی بیان LGBTQ چیست؟ LGBTQ یعنی همجنسگرایان زن، همجنسگرایان مرد، تغییر جنسیتی ها و همین قسم تعداد حرفا زیاد شده میره که امروز به LGBTQ آی مثبت رسیده. اول LG بود. پس ما با این گروه اشخاص چی کار کنیم؟ چگونه برخورد کنیم؟ ببینید جهان غرب در مورد آزادی بیان صحبت می کند اما من احساس می کنم که این یک ریاکاری است که در مقابل همجنسگرایان قائل می شوند. خب آزادی بیان که است پس من می توانم مخالف یا موافق باشم، اما زمانی که موضوع راجع به دگرباشان جنسی باشد اگر شما تنها نظر خود را بگویید می توانید در بسیاری از کشورهای غربی دستگیر شوید. دوباره فرمول مشابه را می گویم، شاه کلید دعوت. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بسیاری از کشورهای غربی خود را عیسوی میگویند. آنها شاید به عیسویت عمل نکنند اما ادعا میکنند که عیسوی هستند. در حدود 3 میلیارد نفر در جهان ادعای آن را دارند که عیسوی هستند. آنها به عیسویت عمل نمی کنند، شاید 1% کم عمل نمایند، اما آنها ادعای مسیحی بودن می کنند. فراموش کن که قرآن چی میگوید، فراموش کن که حدیث چی میگوید. اگر تو یک عیسوی هستی انجیل چی میگوید؟ در بسیاری جاهای انجیل ذکر شده که همجنسگرایی را محکوم میکند. فقط یک نقل قول مهم را از انجیل برایتان میگویم. در کتاب لاویان فصل شماره 20 آیه شماره 13 میگوید که اگر یک مرد با یک مرد دیگر میخوابد قسمی که با یک زن میخوابد این یک نفرت است و او باید به قتل برسد. اگر یک مرد با یک مرد طوری میخوابد که با یک زن همان طور میخوابد این یک گناه است و باید او کشته شود. من این را نمیگویم، قرآن این را نمیگوید، انجیل این قسم گفته، کتاب مقدس ادیان دیگر هم همین طور میگوید. Now coming to those who don't believe in scriptures, and today there's the irony in the Western world, in Europe, in America, they are forcing in school. حالا به کسانی که به کتاب‌های دینی باور ندارند میپردازیم و امروز در غرب یک کار بسیار غلط در جریان است. در اروپا، در امریکا، در مدرسه های آنها اطفالی که 6 ساله و 7 ساله هستند را مجبور به آموزش در مورد همجنسگرایی میکنند. مشکلی ندارد که دو پدر داشته باشید در حالی که دو مادر داشتن مشکل است. آنها حتی حق والدین را هم نمیدهند. فعلا آنها تغییر جنسیت را تبلیغ میکنند و اگر کودک خردسال حتی بزرگسال هم نیست اگر بخواهد تغییر جنسیت انجام دهد و اگر خانوادهش مخالفت کنند دستگیر میشوند. این چی است؟ آزادی کجاست؟ وقتی در مورد آزادی بیان صحبت میکنید پس ما حق این را داریم که حرف بزنیم. چی کسی اشتباه است، چی کسی درست، در مورد آن فردا صحبت خواهیم کرد. من به آنها یک سوال ساده میگویم.
30 سال قبل، 40 سال قبل، شاید در دهه 1980 در همه جاهای دنیا همجنسگرایی یک جنایت بود. سپس در دهه 90 شروع شد. با یادم است که در سال 1996 برای یک سخنرانی به کانادا رفته بودم و در صفحه اول روزنامه دیدم که مرد دیگر را می بوسید. یعنی اجازه است که یک مرد با یک مرد ازدواج کند. پس در قرن 19 شروع به قانونی کردن آن کردند. در حال حاضر صحبت علیه آن تبدیل به یک جرم شده است. بنابراین برای قرنها شما گفتید که این جرم است. حالا همین را که شما 40 سال پیش 50 سال پیش می گفتید جرم است، حالا ما می گوییم جرم است، اما شما می گویید که علیه آن جرم است. خوب است، حتی اگر ما موافق نباشیم که درست کیست، چگونه می توانید با ما بگویید به چیزی که باور داریم باور نکنیم؟ ما حق داریم. And that's what I liked about Qatar. About Qatar when they had the World Cup, that's a few months back. در قطر که جام جهانی برگزار شده بود چند ماه پیش در نوامبر و دسامبر سال گذشته، در جام جهانی قطری ها قوی بودند و جنگیدند تا به اصولشان پایبند باشند و گفتند ما نمیتوانیم در یک ماه باور و فرهنگ خود را تغییر دهیم تنها به خاطر اینکه جام جهانی را برگزار میکنیم، جام جهانی فوتبال. و آنها پایبند بودند و گفتند که آنچه در کشور خود باور دارید خوب است، در کشور ما آنچه را که ما اشتباه فکر میکنیم اجازه نمیدهیم. پس چیزی را که باید درک کنیم این است که قانون امروز در دنیای غرب بسیار پوچ و غیر منطقی است و برای یک دعوتگر سخت است که دیدگاه خود را بگوید یا حتی صدایش را بلند کند. بنابراین در این موضوع شما باید مراقب باشید که وقت جواب می دهید یک جواب بدهید که تحریم نشوید، زیرا اگر پاسخ روشن بدهید از بسیاری جاها ممنوع خواهید شد. بسیاری از همکاران ما فقط به این دلیل که درباره‌اش صحبت کرده بود، نه اینکه علیه همجنسگرایان صحبت کرده باشد، علیه همجنسگرایان صحبت نکرده بودند. در واقع من همیشه این را میگویم زمانی که در مورد همجنسگرایی صحبت میکنم اصلا علیهشان صحبت نمیکنم، من برای منفعت آنها صحبت میکنم. من یک دکتر هستم، وقتی با یک نفر ملاقات میکنم که دیابت دارد میخواهم او را معالجه کنم، دشمن او نیستم. بنابراین وقتی با یک همجنسگرا ملاقات میکنم من هرگز با آنها مانند یک دشمن رفتار نمیکنم. من با آنها طوری رفتار میکنم که میخواهم آنها را نزدیک بسازم، نزدیک انسانیت، نزدیک دین. من به همجنسگرایان میگویم هر قدر علم را که به عنوان یک دکتر کسب نمودم میدانم که برای یک انسان چی ضرر دارد چی فایده دارد. پس در حین انجام این کار مانند این که یک مریض الکلی یا دیابت را درمان میکنم رفتار مینمایم. من به عنوان یک دکتر میخواهم با او نزدیک باشم که او را به سمت درست بیارم که چی چیز در این دنیا و آخرت برای او خوب است. That what is good for him for this dunya and what